اینجا آورده که زنسایی درخت بشینی خواندن بشنوی؟ گلانم پاره شد صدا کده. بابا چی نشنیدم؟ باید است که نشنوی وقتی گوشکی در گوشت باشه. چی به کار داشتی؟ بگی ورق سودا داشت نشته زود کده بیاد که وقت نشه. حالا بکشو گوشکی لامذبه. چی سایل استی برو که نوخ شد. احمد جان نمیم روی ما کمک کنی؟ رازی خانم اگه اجازه بدین من پیوند زدن گل یاد بگیرم. اگر شما علاقه دارین بیاین. میایم ماما نمیم. سلام مونده نباشی. یور باشی بخیر باشی. ما علاقه‌مند به پیوند گل هستم. اگر لطف کنین کاردکتون به ما بتونین ما پیوند میزنیم شما ببینین اگه درست باشه یا نه. چرا نه؟ به نظر ماشاءالله از بکنه خوبتر بود. خوبیش به احمد کدوم فکر کردی؟ چی فکری؟ به خاطر کارش. حالش خوب شود حتما یک فکرهای برش میکنه.
بیچاره سرگردان بی‌مضمون میگرده. در شرکت برش یک کار پیدا کن. صبح یک سفر ایراد رفته نیست. چند روز میمونم. پس که اومدم حتما یک کار شایسته احمد بودم. چقدر وقت میمونی؟ یک 3-4 روز میمونم. خب بخیر بودی بخیر بودی. تشکر عزیز. سلیم؟ سلیم؟ صبح بخیر. چند دفعه برات بگویم؟ دکاندار تا این وقت روز خواب میشه؟ ببخش بله حالا آمدم نشون میرم. برای 3-4 روز میرم هرات. متوجه خانواده باش. سعی کن که شبا دیر خونه نبی. من کارم زیاد است که میتونم شبانه زود بیارم. مثلا چی کار داری که شبانه زود آمدن نمیتونی؟ روزانه کار زیاد نمیشه باز. شبانه همراه بچه‌ها میریم ورزش. سلیم هر رقم ورزشی که باشه تا 8 بجه شب خلاص میشه. باز یک 3-4 روز که ورزش نرفتی آسمان در زمین نمیخوره. گپ شما درست است بدر. خوب بچه‌ها مسابقه میگیره اکثرا. من در تیم هستم. گاهی میشه که یک روز برم یک روز. سلیم تو غیر ورزش و دوستا خانواده هم داری. یک کم احساس مسئولیت کو. یک کم مسئولیتشون به خود بگی. تو اون احمد خواست که بهزو او که باشه مرا سر برست. احمد گفتیم راستی تو چیکار به احمد داری؟ من تو را میگم که احساس مسئولیت داشته باش در مقابل خانواده. تو احمد بر من نشان میدی؟ درست است بله. کوشش میکنم وقت بیارم. خداحافظ. سفر کارگر نامده؟ ببخشید حاجی صاحب من میتونم کارای انجام بدم. احتیاج به بندی خدا نیست. نه بان که بیا تو باید چند وقت استراحت کنی. حاجی صاحب باور کنید هیچ کس حالت در خودم نمیده. اجازه بدین کارای خودم انجام بدم. احمد من دیگه تو را شایسته نمیبینم که کارهای خانه و اولی را انجام بدی. من دوست دارم این کارا رو انجام بدم. احمد جان دوست داشتن تو یک طرف ولی وقتی کسی شایستگی انجام کارهای بهتر داره چی نیاز است به یک کارهای انجام بده که دیگران رو انجام داده میتونه. فعلا استراحت کن که کاملا بخیر صحتمند شوی. مگر چه کاری خوبتری از این میتونه پوره باشه؟ در مورد کارت بعداً گپ میزنم. فعلا اجازه بده که تاکسی منتظر است. سلیم آقای سلیم سلیم صدا کن. متر نمیبری؟ کی است؟ بس محمد خیرت است منه
احمد حالت ایمرجنسی خراب است نیست پیش دادن میشه. این آمده. گفت احمد گفت بهش نگاه بده. سیس. بیارینش ببریم شیف خانه. زنگ بزنم دکتر اینجا بیه. خب زنگ بزن. تو به چی شو از خودت نسخه بخیز. بله راضی جان خیریه؟ همیشه یک بار بیان اینجا حال مادرم هیچ خوب نیست. چی شده؟ کجاش درد داره؟ نمیفهمم میگه که دلم درد داره. راست است تو چطور نمیتونه. کندیس نباشه. راضی جان موتر ندارم. من موتر روان میکنم. ماده اینو وقت شما موتر از کجا کنم که براتون روان کنم. خواهی تاکسی بگیرین بیاین دیگه. من میرم پشتش. تو موتر بگیری و بری پشتش. خواهی تاکسی بگیره بیاین دیگه. تاکسی رو چی میکنی؟ این موتر. تو موتر رو یاد داری؟ رئیس خانم مسعود توقع دارم سفینه رو در فضا ببرم. با سوپرسونیک که موتر یاد دارم یعنی؟ وقتی موترانی رو یاد داری چه نیاز است دکتر بیه؟ خب بریم شفاخانه. از اول میرم میگفتم. دکتر صاحب تشکر حل شد. میبریم شفاخانه. علاقه سلام میدم. ان شاء الله زود میشه. سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب. خداحافظ. تو یک کار که موتر روشن کن من میرم مادرم میارم سیست. خوب است مادر؟ خوب است. مادر جان اجازه بدین پشتتون کنم. تو برو بچه من خودم میایم. تو برو. من پشتم کنم بیا جی. نه خودم میرم. بیاین مادر تا ببین موتر خدا برسونیم تا یک دقیقه دیگه شفاخانه هستیم. منور کمک کو بخیزن. با کی زنگ میزنی؟ سلیم. چی شد؟ قطع شد. چرا؟ خدا لعنتش کنه قد نمیتونه کشه. البته کار داره. دی وقتی شو چی کار داره؟ سو شویم مادر. جان نالش گریه نکو چیزی نیست. تا شفاخانه برسیم برات قول میتونم گل واری جور میشه. مرزیه تو خانه باش که منور تناست. جان لالش مادر برسونم زود پس میایم. حاجت نیست احمد. بریم مامان تاکسی. یکم میتونه او برای کارت ایجاد کن. صبح میری شب میایی، صبح میری شب میایی. بخاطر که تنوع ایجاد شود شب برم صبح بیایم. پدرتون فعلا کجاست؟ پدرم میرفت است. نمیتونیم منتظرشون باشیم. باید هر چیزی زودتر عملشون کنیم. چیزی کار کنم مرزا سمسم. چی؟ اما تو بسیار زد خواستی. نمیفهم خوبیات چه قسم جبران کنم. به هر حالتش باید شکر گذار باشی. خدا اون بدبختی رسش مدت داشته باشه. مرزا هم زاد ناشناست. نمیشه برش بدبختی. بدبختی خیلی عظیم‌تر از چیزی.